روز 10 فوریه سال 2024 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال را در سطح جهانی اعتراف نموده طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال رسما اعلان گردد. در رابطه با این پیشنهاد 21 فوریه سال 2024 بیش از 10,000 نفر جامعه شهروندی و ساکنان کسب و کار گوناگون در میدان نزد شرشره نوروزگاه پایتخت جمع آمده جانبداری خود را با دایر کردن راهپیمایی بیان نمودند. معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده در افتتاح راهپیمایی ابراز داشت که فوتبال شاهی بازی‌های ورزشی بوده عامل پیوندگر انسانیت میباشد. فوتبال همه قابلیت‌های حرکت کنندگی را انکشاف داده چنین نشانه‌های خصلت چون چالاکی، چابوکی، ایستادگی، بردباری و قوی ارادگی را تربیه می‌نماید. پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سازمان ملل متحد اوید با اعتراف نمودن فوتبال در سطح جهانی و رسما اعلان کردن روز جهانی فوتبال بار دیگر اثبات می‌کند که ملت تاجیک همیشه خواستار پیوند خلق و ملت‌های گوناگون در کشورهای سیاره میباشد. گفته شد که در ادامه تدبیرهای آبادانی و سازندگی، ترغیب طرز حیات سالم، عموما رشد ساحه ورزش در مملکت، دوام چند سال اخیر در شهر دوشنبه میدانچه‌های زیادی معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده شد که باعث تحسین است. مردم فوتبال دوستدار تاجیک امروز در میدان نزد شرشره نوروزگاه پایتخت جمع آمده جانبداری خود را از پیشنهاد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سازمان ملل متحد جهت رسما اعلان کردن روز جهانی فوتبال بیان داشتند. جمهوری تاجیکستان البته روش یافته است و خیلی به آن منبوع دسته فوتبال بازان تاجیک در بازی آسیایی بار اول بازی اشتراک کردن و از گروه خود برآمده به در یک چهارنهایی راحت یافتن و البته همه میدونند که در یک سطح عالی بازی کردن، یک بازی خیلی خوب نشان دادن و ما امید داریم که در آینده فوتبال بازی تاجیک از این خوبتر و بیشتر در بازی در پیش داده بازی میکنن و در پیش ما رو چمپیون جهان انتظار است که دسته منتخب تاجیکستان علاقه در بازی گروهی بازی دارند. راهپیمایی بیش از 10,000 نفر جامعه شهروندی و ساکنان کسب و کار گوناگون از میدان نزد شرشره نوروزگاه پایتخت شروع شد و در بریش خیابان حافظ شیرازی با اسماعیل سامانی انجام پذیرفت. جامعه شهروندی و نمایندگان از تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون با شعار و پرچم طرفداری خود را از پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی جهت رسما اعلان کردن روز جهانی فوتبال اظهار داشتند. در این زمینه خاطررسان می‌کنیم که روز 10 فوریه سال 2024 محترم رستم امامعلی در پیشنهاد با سازمان ملل متحد از جمله تاکید نمودند مسلم است که ورزش در حیات انسانیت از جمله بهترین راه‌های بهداشت سلامتی و پیشبرد طرز حیات سالم اینچنین وسیله مهمترین پیوند خلق و ملت‌های گوناگون به شمار می‌رود. مردمان سیاره زمین بیشتر از 150 سال است که با فوتبال مشغولند و این بازی از زمان پیدایش تا کنون یک وظیفه و یک هدف دارد که آن به هم آوردن انسان‌ها میباشد. امروز حتی در خردترین مملکت عالم آدمان با فوتبال بازی مشغولند. یعنی فوتبال همچون محصول ایجاد تفکر انسانی از یک بازی عادی به عامل پیوندگر انسانیت تبدیل یافته است. معلوم است که فوتبال در بعضی کشورها همچون ورزش معروف است ولی آن تنها یک بازی نیست. این نمود ورزش یک پدیده فرهنگ عمومی جهانی است که مرزهای ملی، مانع‌های زبانی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی را عبور می‌کند. این یک ورزش است که جهان را متحد می‌سازد و با زبان یونیورسالی سخن میگوید که به همگان معلوم است. با نظرداشت این پیشنهاد دارم که نقش فوتبال در سطح جهانی اعتراف کرده در سازمان ملل متحد از طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال رسما اعلان گردد.